فنلاند برای 8مین سال متوالی شادترین کشور دنیا انتخاب شده. امنیت و رفاه اجتماعی بالا، آموزش بی‌نظیر. ولی آیا این چیزایی که توی اینستاگرام و یوتیوب در مورد فنلاند می‌بینیم واقعیت داره؟ بچه‌ها امروز هوا خیلی خوبه و من تصمیم گرفتم که بیام در یکی از مسیرهای پیاده روی قدم بزنم، از طبیعت لذت ببرم، از آرامشش لذت ببرم و با شما در مورد 7 واقعیت در مورد فنلاند صحبت کنم که خیلی از مهاجرا بعد از اومدن به اینجا تازه متوجه میشن. بیا بریم. بچه‌ها توی فنلاند 2 چیز به شما خیلی نزدیکه. یکی دریاچه و یکم همین مسیرهای قدم زدن توی جنگل. هر جا خونتون باشه در چند قدمی میتونید به یکی از این دوتا برسید. یه مسیر برای قدم زدن توی جنگل و یک دریاچه که بتونید از آرامشش لذت ببرید. این مسیرها هم خیلی امنه. حتی خودتون تنها میتونید در تابستون که شبها خیلی روشن هست بیایید اینجا و قدم بزنید و از امنیت و آرامشش لذت ببرید. خب بیاین با همدیگه بریم قدم بزنیم و مکانها رو بهتون نشون بدم و در مورد چند نکته خیلی مهم زندگی در فنلاند صحبت کنیم. و اما اولین واقعیت، یاد گرفتن زبان فنلاندی بیشتر از چیزی که فکر کنی مهم هست. خیلی از افرادی که میان اینجا به انگلیسی تحصیل میکنن. خب میدونید بچه ها، شما اسپانیا و آلمان شاید با هزینه کمتر تحصیل کنید، ولی اونجا حتما باید زبان آلمانی بلد باشید یا زبان اسپانیایی که بتونید با شهریه خیلی پایین ادامه تحصیل بدید. ولی در فنلاند ادامه تحصیل به انگلیسی براتون فراهم شده، کاملا انگلیسی. مردم هم میتونن اینجا انگلیسی صحبت کنن و شما کارتون راه بیفته. ولی اگر بخواید یک زندگی پایدار در فنلاند داشته باشی، حتما باید زبان فنلاندی رو بلد باشی تا بتونی در جامعه ادغام بشی و یه زندگی پایدار برای خودت درست کنی. خیلی از مهاجرایی که اینجا هستن بعد از چندین سال متوجه شدن که برای اینکه بتونن شبکه ایجاد کنن و کار راحت تر پیدا کنن نیاز شدید دارن به زبان فنلاندی. خیلی ها هم در مورد این صحبت میکنن توی شبکه‌های مجازی که زبان فنلاندی خیلی سخته. آره واقعا همینطوره، یکی از سخت‌ترین زبان‌های دنیا هستش. ولی بچه من یه چیز جالب دارم میبینم، بیا ببینیم چیه، بعد در مورد این که زبان فنلاندی سخته یا یادگیریش به چه صورت باهاتون صحبت کنم. بچه ها توی مسیر این اتاقک رو دیدم، نکته خیلی قشنگی داره. بیاین بهتون نشون بدم اینا چی هست. فنلاندی‌ها به شدت طبیعتشون رو دوست دارن و ازش مراقبت میکنن. اینجا نوشته پولتوپوت یعنی چوب. داستانش چیه؟ شما هر جایی نمیتونید بیاین توی جنگل و فضای باز آتیش درست کنید، زغال درست کنید روی زمین. جریمه های سنگینی داره. یه جاهایی رو خودشون مشخص کردن. توی مسیرهای پیاده روی که منتهی میشه به جایی که شما میخواید آتیش درست کنید، خودشون میان معمولا مثل اینجا چوب هم گذاشتن که اینجا نوشته که میتونید از این چوب با خودتون بردارید اگه قراره که برید آتیش درست کنید، و نوشته که هر جایی نباید این کار رو انجام بدید و یک جای مشخص درست کردن. و حتما یادتون باشید که نزدیک جایی که دارید آتیش درست میکنید طوری نباشه که باعث آتیش سوزی بشه. و خیلی روی این قضیه تاکید کرده و گفته که طبیعت رو دوست داشته باشید و مراقبش باشید. خیلی طبیعتشون رو دوست دارن و مراقبش هستن و شرایط رو مهیا کردن که کسی به طبیعت آسیب نزنه. خب این یکی هم اینجا چیزی که نوشته، اومدن زباله رو تفکیک کردن، سطل‌های مختلف گذاشتن برای پلاستیک و متال و فلز و چیزهای دیگه که آشغالتو بیای بذاری اینجا و جا داره، مشخصه. و باز تشکر کرده، گفته که تمیزی طبیعت مهم هست. خب بیا ادامه بدیم. خب بچه‌ها در مورد زبان فنلاندی داشتیم صحبت می‌کردیم. داشتم میگفتم یکی از سخت‌ترین زبان‌های دنیا هستش، ولی یک زبانه. خیلی‌ها یاد گرفتن و شما هم میتونید یاد بگیرید. زبان آلمانی هم خیلی سخته به نظر من.
زبان فنلاندی لغت‌هاش خیلی سخته، ولی از لحاظ گرامری منی که معلم زبان هستم متوجه میشم که اونقدر سخت نیست. خیلی جاها واقعا حتی راحت‌تر از انگلیسی هست و بعضی جاها واقعا نزدیک به زبان ما توی فارسی هست که کمکمون میکنه. ولی تو ساختار کلمه واقعا سردرگم میشید. یعنی یه دفعه میبینید یه چیزی رو به چند شکل متفاوت میگن و سخت میشه. ولی یه نکته خیلی جالب این هستش که نباید سخت بگیری. من این تفکر رو توی مهاجران میبینم که میخوان درست صحبت کنن. همین ایراد رو توی زبان انگلیسی هم دارن. من 25 ساله که تدریس میکنم و یکی از مشکلاتی که بچه‌ها توی یادگیری زبان دارن این هستش که میخوان درست و کامل حرف بزنن. من وقتی با فنلاندی‌ها صحبت میکنم به فنلاندی اشتباه میگم، خودم میفهمم که دارم اشتباه میگم، ولی اونا منو میفهمن و از اون ارتباط برقرار کردن لذت میبرن و از اینکه من دارم سعی میکنم که فنلاندی صحبت کنم خوشحال میشن و به من کمک میکنن و این خیلی خوبه. و یه نکته خیلی مهم بهتون بگم در مورد همین قضیه این هستش که فنلاندی ها تا حالا برای من این اتفاق نیفتاده که مثلا من اشتباه بگم و منو مسخره کنن یا بخندن. اصلا این اتفاق برای من نیفتاده. با بقیه هم که صحبت کردم همچین اتفاقی براشون نیفتاده و خودشون میدونن که سخت هست و کمکت میکنن. این یه نکته خیلی جالب بود در مورد زبان فنلاندی. ولی یک واقعیت مهمه، بخوای در فنلاند یک زندگی پایدار داشته باشی، دوست پیدا کنی، شبکه سازی کنی، کار پیدا کنی، زبان فنلاندی یک بایده. خب بچه‌ها رسیدیم به یه دوراهی. بیایم از این طرف بریم که مسیر پیاده روی داره و ماهیگیری. بریم. بچه‌ها امروز از شانس من هوا واقعا بی‌نظیره. با اینکه توی تیر ماه هستیم ولی هوا خیلی خوبه. فکر می‌کنم چیزی هلوش 16 17 درجه باشه هوا و به همین خاطر پشه‌ها زیاد نیستن. چون تو طبیعت معمولاً پشه واقعا اذیتت میکنه. باید اسپری مخصوص بزنی یا لباس مناسب بپوشی. ولی امروز از شانس من که اومدم پیاده روی به خاطر این هوا پشه زیادی وجود نداره. خب بیایم ادامه بدیم در مورد واقعیت دوم بهتون بگم. و اما دومین واقعیت، کار پیدا کردن راحت نیست. خیلی از مهاجرا در مورد این قضیه صحبت کردن، توی شبکه‌های اجتماعی نوشتن که اینجا کار راحت پیدا نمیشه. الان به خاطر مشکلات جهانی نرخ بیکاریشون در فنلاند خیلی بالا رفته و خود فنلاندی‌ها هم ناراحت هستن در مورد این قضیه. حالا برای مهاجرات شرایط بدتر میشه چون که چالش زبان دارن و به خاطر همون چالش زبان نمیتونن شبکه سازی محلی کنن، دوست پیدا کنن و ارتباط بگیرن و همین باعث میشه که تو رقابت کم بیارن و شاید از لحاظ مهارت خیلی خوب باشن، از یک فنلاندی بهتر باشن، ولی به خاطر نداشتن اون ارتباط زبانی خوب نتونن کار رو راحت پیدا کنن. پس اگر به شما میگن که بیایید اینجا کار راحت پیدا میکنید، چون من دیدم خیلی میگن که شما مثلا یک نفرتون خانواده ها میتونن یک نفرشون نفر اصلی بشه، نفر بعدی به عنوان همراه بیاد اینجا و کار پیدا کنه و میتونه فول تایم کار کنه. بله اجازه کار دارید ولی کار پیدا کردن اصلا راحت نیست اینجا. حتما باید زبان خیلی خوب داشته باشی که بتونی ارتباط بگیری باهاشون تا کار پیدا کنی. در این صورت بله زبانت خوب بشه میتونی کار پیدا کنی. باورتون میشه من کسی رو دیدم که امروز رسیده چمدونش رو گذاشته توی خونش و استراحت کرده، رفته بیرون تا ببینه شهر چطوره، کار پیدا کرده. کسی هم دیدم که 3 سال اینجا زندگی میکنه و هنوز کار پیدا نکرده. پس به عوامل خیلی زیادی بستگی داره. بیایم ادامه بدیم به قدم زدنمون. عجب طبیعتیه. یه ذره پشه هاش زیاد شد اینجا ولی بریم جلوتر. بچه ها من میام قدم میزنم تو این مسیرها. یه چیزی که خیلی دوست دارم علاوه بر این طبیعت زیبا صدای پرنده ها هست. الان که من اینجا اومدم به خاطر حضور من صداشون رو میشنوید؟ به خاطر حضور من ممکنه که صداشون قطع بشه ولی واقعا پرنده های زیبایی داره و لذت بخش هست. سکوت طبیعت
صدای طبیعت واقعا آدم آروم میکنه. خب تا الان در مورد زبان بهتون گفتم، در مورد کار پیدا کردن، و اما چالش سومی که اینجا خواهید داشت تنهایی هست. یه مقدار این ممکنه که برای شما چالش برانگیز بشه اگر تنها میایید فنلاند. خیلی از مهاجرا گزارش دادن که تنهایی اونها رو اذیت میکنه و بچه وای میسی پشه ها میان سراغت، باید حتما حرکت کنی. داشتم میگفتم که آره تنهایی میتونه شما رو خیلی اذیت کنه، به خاطر همین بهتره که برای خودت برنامه داشته باشی که میای اینجا از لحاظ روحی بتونی خودتو مدیریت کنی. البته بستگی داره به روحیه افراد. مثلا یک کسی مثل من بلدم چطور از طبیعت لذت ببرم، برای خودم برنامه بذارم، ارتباط بگیرم با دیگران. اینا خیلی مهمه. فنلاندی ها باهات دیر دوست میشن، ولی اگر دوست بشن خیلی عمیق ارتباط برقرار میکنن و این اتفاق برای من افتاده. من همون روز اول اینجا دوست پیدا کردم و هنوزم با همدیگه در ارتباط هستیم، دوستای خیلی خوب هستیم و هرچی میگذره میبینم که چقدر دوستیشون عمیق تره. بچه یه چیز خیلی جالب در مورد این تابلو، بیاین جلوتر. خب بچه ها ببینید اینجا مکانها رو نوشته و گفته باید از کدوم طرف برید، فاصله رو مشخص کرده. گفته مثلا در این مسیر که الان می‌خوایم با هم دیگه بریم میتونی ماهی بگیری، قدم بزنی، کلبه داره و آتیش درست کنی. یه نکته خیلی جالب این هست برای من که شرایط رو مهیا کردن که افرادی که معلولیت جسمی دارن و میخوان با ویلچر بیان تو طبیعت، این امکان براشون فراهم شده باشه. در فنلاند یک قانونی وجود داره که میگه طبیعت حق همه هست و باید در دسترس همه قرار بگیره. خب این فقط یه قانون و یه حرف نیست، میان براش زیرساخت آماده میکنن تا شخصی که حتی معلولیت داره و با ویلچر دوست داره بیاد توی طبیعت، این امکان براش مهیا باشه و بیاد و لذت ببره. این حق همه هست. و اما واقعیت چهارم، بچه هزینه زندگی در فنلاند بالاست. فنلاند جزو کشورهای گرون اروپا هستش. اینجا اجاره خونه نسبت به خیلی از جای دیگه بالاتره و به نظر من عمده هزینه شما هم میتونه اجاره خونه باشه. غذا هم همینطور به نسبت کشورهای دیگه توی اروپا جزو گرونترین ها هست. پس این دوتا فاکتور رو لحاظ کنید. اینطور نیستش. درسته میگن رفاه اجتماعی اینجا خیلی بالا هست، ولی خب هزینه هاش هم خیلی زیاده، مالیات هم همینطور. حالا حتما من در مورد سیستم مالیات یه فیلم جداگانه خواهم داشت، با توجه اینکه من خودم اینجا شرکت دارم و در مورد مالیات اطلاعات خوبی دارم بهتون تو اون فیلم توضیح میدم. پس اگر که میخوای بیای، خب ما یه دوراهی رسیدیم، به نظر فکر کنم از این طرف بریم. آره دریاچه رو من میتونم از لای درخت‌ها ببینم. پس اگر میخوای بیای فنلاند، به نظر من باید حداقل برای 1 سال برای خودت پسنداز داشته باشی تا خیالت راحت باشه، با یک برنامه‌ریزی مالی درست بیایید اینجا بچه‌ها، وگرنه اون استرس واقعا میتونه اذیتتون کنه و لذت نبرید. به به عجب جایی. من عاشق اینجور جاها هستم، ساکت، بکر و یه طبیعت لذت بخش. خیلی جای قشنگیه. کاش شما هم اینجا بودین، از این آرامشش لذت می‌بردید. بچه من فکر می‌کنم این دریاچه اصلی نیستش. اینطور که تو نقشه نگاه کردم ما 2 تا دریاچه بزرگ داریم. این یک آبراهی هستش که این 2 تا دریاچه رو با همدیگه وصل کرده. حالا اون دریاچه بزرگتر رو فکر کنم آخر ویدیو با همدیگه ببینیم. خب بیایم در مورد واقعیت بعدی با همدیگه صحبت کنیم. و اما واقعیت پنجم، بچه زمستونای اینجا فقط سرد نیست، تاریک هم هست. خیلی از افراد که میان اینجا توی زمستون اول متعجب میشن. الان تابستونه. توی فیلم های من اگر ببینید، توی فیلم های کوتاه یکی گذاشتم تا ساعت 12 شب هوا روشنه، خورشید یه مقدار میره پایین، با ساعت 3 میاد بالا. یعنی عملاً هوا فقط گرگومیش میشه، کاملا روشنه. شب‌های روشن فنلاند در تابستان معروفه. حالا همین قضیه تو زمستون برعکس میشه، شب‌ها خیلی دیگه طولانی میشه. مثلا هلوش ساعت 10 صبح 11 صبح هوا
یه مقدار روشن میشه، خورشید یکم میاد بالا و ساعت 3 باز هوا تاریک میشه. تازه اگر هوا ابری باشه که فقط هوا یه مقدار روشنه و این تاریکی بیش از حد ممکنه که اثر روحی روانی بدی داشته باشه روی بعضی از افراد. پس باید خودتو برای این قضیه آماده کنی. البته من قبل از اینکه بیام فنلاند این رو شنیده بودم، برام جالب بود. من چون طبیعت رو خیلی دوست دارم، از این تفاوت‌ها واقعا لذت میبرم، کنجکاوم و در موردش تحقیق میکنم، یاد میگیرم. دوست دارم لذت ببرم از تفاوت‌های محیطی، ولی یه جاهایی آزاردهنده میشه دیگه. پس باید خودتو آماده کنی و سعی کنی که ازش لذت ببری. بچه‌ها گفتم بیام اینجا ماهیگیری که این تابلوها رو دیدم. اینجا نوشته که ماهیگیری فقط با مجوز توی این منطقه امکان پذیر هستش و پیگردهای قانونی داره، جریمه باید پرداخت کنی که جریمه هاشم خیلی سنگینه. و اینجا هم نوشته که باز اگه میخوای آتیش درست کنی یه منطقه مشخص کردن که الان با هم دیگه میریم. یه نکته خیلی جالب نوشته که تو بعضی از فصلهای سال این اتفاق نباید بیفته اینجا و یک روزایی نمیتونید. حالا شاید به خاطر اینجا وقتی که هوا خیلی گرم میشه خیلی مستعد برای آتش سوزی، چون میدونید دیگه درصد خیلی از بالای کشور فنلاند پوشیدی از جنگل هست و میتونه خیلی خطرناک باشه. اینجا یه QR کد گذاشته، گفته که میتونید اون اسکن کنید و اطلاعات بگیرید که چه روزایی اینجا نمیتونی آتیش کنید. خب بیا بریم بهتون نشون بدم. خب بچه اینجا همون جایی هستش که میتونستید چوب بیارید و آتیش درست کنید و استفاده کنید و در همین منطقه باید حتما آتیش درست کنید. خودشون آماده کردن. خب و اما واقعیت ششم، امنیت اجتماعی بالا. شما بعد از اینکه وارد فنلاند میشید، بعد از یه مدت متوجه میشی که چقدر امنیت اجتماعی اینجا بالاست. سیستم اداری واقعا منظمه و بهتون یک آرامش میده. برای من که اینطور بوده. شما تو هر منطقه‌ای در هر زمانی از روز بخواید قدم بزنید توی طبیعت یا هر جای دیگه، اون حس امنیت خیلی قشنگه، یک امنیت خیلی خوبی رو به شما میده. این یکی از واقعیت‌های مثبت هست که البته بین بقیه من به شما گفتم و چون برای خودم خیلی جالب بود اینو توی 7 واقعیت خودم قرار دادم. خب حالا اینجا یک مسیر خیلی قشنگی هست برای قدم زدن. بیایم بریم تا در مورد واقعیت 7 با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی مسیر قشنگی هستش، ولی بچه‌ها یه واقعیتی از دریاچه که دور میشی پشا اذیتت میکنن. و اما واقعیت 7 بچه‌ها این یک شعار نیست، یه واقعیته. اگر صبور باشی فنلاند بهت پاداش میده. خیلی از مهاجرهای موفق، بچه‌ها این کلمه خیلی مهمیه ها، مهاجر موفق، تأکید کردن و میگن که زبان یاد گرفتن زمان میبره، شبکه سازی، آدم ها و دوست پیدا کردن زمان میبره، کار مناسب پیدا کردن زمان میبره. اگر صبور باشی، تو مسیر درست باشی و کمی صبر کنی، اون وقت میتونی از زندگی آروم اینجا لذت ببری، از تعادل بین کار و زندگی که توی فنلاند خیلی براشون مهمه که یک بالانسی داشته باشی بین کار کردن و زندگی کردن. اونو میتونی حسش کنی و رضایت بخش باشه واسهتون. از امنیت بالای این جامعه لذت ببری و زیبایی های طبیعت فنلاند رو ببینی. اینها نیازمند صبر بچه ها. خیلی از مهاجرایی که من میبینم میان اینجا صبر ندارن، تو یادگیری زبان که اصلا صبر ندارن. یادگیری زبان انگلیسیش زمان بر هستش. ممکنه من خیلی از شاگردام 2 سال 3 سال دارن زبان انگلیسی که میگن خیلی راحت هست رو میخونن و هنوز نمیتونن خوب ارتباط برقرار کنن، چه برسه به زبان فنلاندی. پس زبان یه چیزی نیستش که شما بتونید ظرف 6 ماه 1 سال بتونید خیلی خوب بشید. من که بعد از 20 سال 25 سال سابقه آموزش زبان انگلیسی شروع کردم به یادگیری زبان فنلاندی، تو 1-2 سال اول واقعا برام چالش داشت، ولی کسی که صبر کنه پاداششو میگیره. بیایم لذت ببریم، خیلی منظره قشنگیه.
بچه‌ها خیلی از مسیر رو با چوب درست کردن تا بتونید راحت‌تر حرکت کنید. فکر کنم از این طرف بریم به دریاچه اصلی برسیم. البته من مسیر سخت رو انتخاب کردم، یه مقدار باریکه، علامت هم گذاشته بود که مواظب باشید، بعد از بارندگی لغزنده میتونه باشه، ولی خب قشنگه دیگه. بریم به دریاچه برسیم. اینجا هم بازم یه مسیر دیگه گذاشتن، پس فکر میکنم داریم مسیر رو درست میریم. خب بچه‌ها بالاخره رسیدیم به این دریاچه زیبا، خیلی قشنگه. دریاچه خیلی بزرگی هستش، بهتون گفتم 2 تا دریاچه هست که از طریق اون آبراه به هم وصل شدن. طبیعت خیلی بی‌نظیر و بکری داره تو تابستون. و در آخر اینکه بچه‌ها بهشت فنلاند بدون چالش هم نیست. به نظر من با یک برنامه‌ریزی مالی درست، انتظارات واقعی و برنامه‌ریزی برای یادگیری زبان میتونید اینجا به موفقیت برسید و شانس موفقیت خیلی بالایی رو دارید. حالا میخوام از شما بشنوم، اگر که در فنلاند زندگی میکنی یا میخوای بیای فنلاند، بزرگترین چالش چی هست؟ توی کامنت ها برام بنویس. این ویدیو رو اگر دوست داشتی لایکش کن، زنگوله رو بزن، منو فالو کن حتما برای ویدیوهای بیشتر. باهاتون در ارتباط هستم و قراره که کلی چیز یاد بگیریم.